به نام خدا و با عرض سلام خدمت شما دوستان گرامی. امیدوارم صحتمند و سلامت باشید. در خدمت شما هستم با اولین درس از جدول تناوبی عناصر. هدف است که چگونه بتوانیم جدول تناوبی عناصر را با یک تسلسل منظم برای شاگردان آموزش دهیم تا ضمن اینکه یادگیری بهتر صورت گیرد، شاگردان بتوانند از جدول به درستی استفاده کنند. در آغاز مهم است که هدف آموزش جدول برای شاگردان توضیح داده شود که تمامی عناصر بر اساس ساختار، خواص و رفتارهای کیمیاییشان در یک چارچوب منطقی سازماندهی شده که به نام جدول تناوبی یا دوره‌ای عناصر یاد میشه. که با درک درست از جدول تناوبی عناصر ما قادر میشیم تا خواص کیمیایی، فیزیکی و رفتارهای عناصر را در جریان تعاملات کیمیایی پیش بین باشیم. قبل از پرداختن به تشریح جدول باید مطمئن شویم که شاگردان با مفاهیم سمبل، نمبر اتمی، کتله اتمی و عنصر آشنایی درست دارند تا تشریح جدول برای آنها آسان باشد. مثلا وقتی یک شاگرد یک عنصر را در جدول میبینه باید بفهمه که این حرف نشان دهنده چیست، اعدادی که در اطراف سمبل نوشته میشه یا معلوماتی که در اطراف سمبل نوشته میشه بیان کننده چیستند. که با تشریح ساختار اتمی یک از عناصر، مثلا عنصر کربن، میتونیم این مفاهیم به عنوان یک یادآوری برای شاگردان تشریح کنیم. ما در رابطه با تاریخچه جدول صحبت نمی کنم. هرگاه شما علاقمند مطالعه آن باشین، قبلا ما یک درس کامل مرتبط با جدول در سایت آموزشی افران تهیه کردیم که شما میتونید از طریق از این آدرس مطالعه بکنید. ممکن در آغاز تشریح جدول این سوال مطرح شود که چرا جدول تناوبی یا دوره‌ای به نام جدول مندلف یاد میشه؟ این جدول به خاطر به افتخار نام مندلف یاد میشه که برای اولین بار نخستین نسخه کامل کاربردی برای طبقه بندی عناصر توسط دیمیتری مندلف مطرح شد. تشریح جدول تناوبی را بهتر است که با توضیح ساختار فیزیکی جدول آغاز بکنیم. که جدول تناوبی متشکل از ستون‌های عمودی هستند که در کل شامل 18 ستون میشه که به نام گروه‌ها یا دسته‌ها یاد میشن. همچنان قطارهای افقی که شامل 7 قطار افقی است که به نام دوره یا پریودها یاد میشوند. و حال سوال اساسی اینجاست که عناصر بر کدام اساس در جدول تناوبی عناصر طبقه بندی یا ترتیب شدند؟ اساس طبقه بندی عناصر در جدول تناوبی عناصر نمبر اتمی تشکیل میده. یعنی عناصر بر اساس ازدیاد نمبر اتمیشان در گروه ها و دوره ها در جدول تناوبی عناصر ترتیب شدند و این ترتیب بر اساس نمبر اتمی سبب شد تا اینکه خواص مشترک عناصر در گروه ها به صورت تناوبی تکرار شود که به این لحاظ به جدول تناوبی عناصر یا دوره‌ای عناصر میگویند. گروه ها در جدول تناوبی عناصر بر اساس طبقه بندی سنتی به دو بخش، گروه های اصلی و گروه های فرعی تقسیم می شوند که گروه های اصلی در کنار نمبر گروهشان با حرف A و گروه های فرعی در کنار نمبر گروهشان با حرف B نمایش داده می شود. اما بر اساس طبقه بندی جدید آیپک از سال 1988 به این طرف طبقه بندی گروه ها به فرعی و اصلی برداشته شده، بلکه تمامی گروه ها یا ستون های موجود در این جدول از 1 الی 18 شماره گذاری شده، به این مفهوم که در جدول 18 گروه وجود دارند. یعنی دیگه بحث طبقه بندی گروه ها به اصلی و فرعی مورد بحث نیست. قسمی که پیشتر یادآور شدم، با ترتیب عناصر بر اساس نمبر اتمی خواص مشابه برای عناصر شامل عین گروه تکرار میشه. به این مفهوم که عناصری که در عین گروه یا در عین ستون قرار میگیرند دارای خواص کیمیایی مشابه هستند و این خواص کیمیایی برمیگرده به ساختار الکترونی، مدار ولانسی یا قشر آخر الکترونی عناصر شامل عین گروه، طوری که عناصری که در گروه اول قرار دارند همگیشان در قشر آخر الکترونیشان دارای یک الکترون ولانسی است. وقتی الکترون ولانسی میگیم هدف الکترون هایی است که از جانب یک عنصر در تعاملات کیمیایی سهم میگیره. عناصر گروه دوم هر کدام در قشر آخر الکترونیشان 2 الکترون ولانسی و به ترتیب عناصر گروه سوم هر کدام در قشر آخر الکترونیشان 3 الکترون ولانسی و به ترتیب برای سایر گروه های شامل جدول. به صورت خلاصه عناصر شامل عین گروه دارای خصوصیات مشابه کیمیایی اند. اما عناصری که در عین دوره قرار دارند کدام خصوصیات یا صفات مشترک دارند؟
عناصر شامل عین دوره یا پریود دارای تعداد مساوی اقشار الکترونی در اطراف هسته اتم هایشان هستند. مثلا عنصر هیدروژن و هلیوم که در پریود اول قرار دارد دارای یک قشر الکترونی، عناصر پریود دوم هر کدام دارای 2 قشر الکترونی، عناصر پریود سوم هر کدام دارای 3 قشر الکترونی، به همین ترتیب تا پریود هفتم که عناصر شامل پریود هفتم هر کدام در اطراف هسته اتم هایشان دارای 7 قشر الکترونی اند. بر علاوه در پریودها به استثنای پریود اول که شامل هیدروژن و هلیوم است، سایر پریودها هر کدام با یک فلز فعال شروع میشه و با یک غیر فلز ختم میشه. مثلا پریود دوم با فلز فعال لیتیوم شروع میشه، با گاز نجیب نیون ختم میشه. به همین ترتیب پریود سوم با فلز سدیم شروع میشه، با گاز نجیب ارگون یا گاز غیر فعال ارگون ختم میشه. به این ترتیب سایر پریودها هر کدام با یک فلز فعال شروع میشه و با یک غیر فلز ختم میشه. کوتاه‌ترین پریود در جدول پریود اول که شامل 2 عنصر است، پریود دوم و سوم هر کدام شامل 8 عنصر، پریود چهارم و پنجم هر کدام شامل 18 عنصر و طویل‌ترین پریودها در جدول پریود ششم و هفتم هستند که هر کدام شامل 32 عنصر میشن. در درس بعدی بیشتر در رابطه با بلاک بندی جدول صحبت خواهم نمود. امیدوارم که تا این قسمت توضیحات در ارتباط با جدول بر شما مفید و واضح بوده باشه. پس تا دیدار بعد، خدا نگهدار.